سرایوسط تفتیشات شهر سنت پترزبورگ روسیه روز 2 اکتبر سال 2023 در صحیفه خود در شبکه فکنتاکت از انجام تفتیش پرونده 4 زوده تاجیکستان اعضای گروه جنایی اتنیکی یا قومی خبر داد که وابسته به نقش هر کدامش بر اساس 4 بند کودکس جنایتی روسیه قسم 2 ماده 126 قسم 2 ماده 162 قسم 3 ماده 163 و قسم 3 ماده 158 آدم ربایی، تماجویی، غارتگری و دزدی عیبدار می شوند. بنا به فرضیه تفتیشات عیبدار شوندگان روز 24 اکتبر سال 2022 در یک پارکوفکا در خیابان دونای در کنارهای جنوبی شهر سنت پترزبورگ با یک هموطن خود حمله کرده او را با زوری به ماشین تمغه رنو بار کردند. آنها این مهاجر تاجیک را لطوکوب کرده با ماشین به قلمرو ولایت لنینگراد بردند و در آنجا با تهدید کشتن با نمایش کارد و پیستولت، پول تلفن و ساعت او را که ارزششان تقریبا 34,000 روبل را تشکیل میداد با زوری کشیده گرفتند. آدم ربایان همچنین توسط تلفن از صورت حساب گروگان 3,500 روبل را به خود انتقال دادند و شناسنامه و حجت‌های دیگر این مرد گروگان را نیز گرفتند. آنها همین طور به تهدید استفاده زورآوری نسبت به مرد گروگان ادامه داده از وی طلب کردند که اگر به آنها 1,000,000 روبل ندهد و خود را از شرمندگی خلاص نکند درباره‌اش معلومات بدنام کننده را پنهان خواهند کرد. جبردیده از ترس این تهدیدها اعتراف کرده است که 800,000 روبل دارد. بعد این گروگانان او را به نزد یک بنا به کوچه دوم کراسنویارمیسکیا در گوشه دیگر قسمت شمال پترزبورگ آوردند. گروگان در اینجا با وعده بر دروغ رفته آوردن پول توانسته است از ماشین برآمده از دست گروگانگیرها فرار کند. این بند به اعمال جنایی خود ادامه داده روز 7 نوامبر سال 2022 3 نفر آنها در خیابان کیونوردان در پهلوی خیابان دونای که در جنوب پترزبورگ جایگیر شده است باز یک زوده آسیای مرکزی را تهدید کرده 49,000 روبلش را کشیده گرفتند. خود عیبدار شوندگان و یا نزدیکان و ادوکاتایش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی 1 سال پیش هنگام بازداشتشان یکی از آنها اعتراف کرده بود که هموطن خود را با چنین شکل جزا دادند، ولی او شرح نداده بود که آن زوده دیگر تاجیکستان چی گناه کرده بود که او را گروگان گرفته از وی 1,000,000 روبل طلب کردند. در اطلاع گفته می شود که تفتیشات دلیل‌های کافی جمع آورده است و به این دلیل این پرونده را برای تصدیق فکر عیبدار کنی به دادستانی فرستاده است. به عیبدار شوندگان بر اساس قسم 2 ماده 126 برای آدم ربایی از 5 تا 12 سال زندان، بر اساس ماده 3 ماده 158 برای دزدی تا 6 سال زندان، بر اساس قسم 2 ماده 126 برای تماجویی تا 10 سال زندان و بر اساس قسم 3 ماده 162 برای غارتگری 7 تا 15 سال زندان نیز با جریمه به مبلغ 1,000,000 روبل تهدید می کند. به این ترتیب اگر دادگاه این 4 تاجیک را گناهکار بشمارد آنها برای سالهای طولانی در محبس‌های روسیه در بدر خواهند شد.